پیغمبر علیه السلام گفت این جبرئیل؟ جبرئیل کجاست؟ جبرئیل گفت لبیک لبیک یا رسول الله. آمد. گفت که چی میگین؟ اشک مبارک ریختن گرفت. نزهت الناظرین نقل میکنه گفت چرا گریان دارین؟ از مرد میترسید؟ چی میگی ای جبرئیل؟ چرا از مرد بهراسم؟ حالات امتای ما چطور میشه ای جبرئیل؟ حضرت جبرئیل را به آسمان احیاء العلوم نزهت الناظرین روض الفائق نقل میکنه. پس آمد گفت خداوند میگه که در میدان محشر تا که امتای تو خلاص نشوه به دیگه امتای اجازه نمیتم جنت درآیه. میفهمین لیاقت خود را ای امت محمد رسول الله علیه السلام؟ ای کسانی که در خارج کشور هستین و در داخل و صدای من میشنوین، آواز محمد رسول الله را متوجه باشین صلی الله علیه و سلم که از حلقوم این بیچارگان شاید براید، چون خودشان که امروز نیست برای ما تبلیغ کنن. حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم جبرئیل گفت خوشحال شد، گفت آل چشمایم یخ شد که در میدان محشر امت ما پیش از همه امت ها داخل جنت می درآید. گفت این اسرائیل؟ اسرائیل کجاست؟ قبض کننده روح می آید. حضرت اسرائیل نزدیک شد پشت دروازه. حضرت جبرئیل گفت که مشکات شریف یک صفحه طویل حدیث است با وفات رسول کریم علیه السلام، خیلی زیبا. گفت که اسرائیل پشت دروازه آمده پرسان میکنه که اجازه است داخل بیایم جان نشانه بگیرم یا اجازه نیست. چقدر زیباست این حدیث مبارک. دارمی روایت میکنه آیا جان نشانه بگیرم یا نگیرم؟ اگر میگن نگیر من پس میرم نمیگیرم، اگر میگن بگیر من میگیرم. حضرت بیبی عایشه از حواس فهمید، گفت یا رسول الله علیه السلام خداوند شما را صحت بده. اما پیغمبر علیه السلام گفت لا بل الرفیق الاعلی، الرفیق الاعلی. نه بس دنیا دیگه دلم گرفته، میرم پیش حضرت مولا، پیش حضرت الله جل جلاله. بس است اسرائیل اجازه بتن داخل بیاید. اسرائیل داخل آمد. جبرئیل به روایت دیگر غیر از مشکات و غیر از بخاری به دیگر روایت روی خود دور داد. پیغمبر اسلام اشاره کرد به قلب خود که ای جبرئیل چرا رویت دور میتی؟ مگر خوشت نمیایم؟ گفت نه جان کندنتان دیده نمیتونم یا رسول الله صلی الله علیه و سلم. خصائص الکبری امام سیوطی صاحب نقل میکنه وقتی که جبرئیل علیه السلام جان مبارک رسول الله علیه السلام گرفت، لکها فرشته در آسمان استقبال میکرد روح مبارک حضرت محمد رسول الله علیه السلام. روزی که ما هم و تو هم از دنیا میریم واضح است که نه پیغمبریم و نه صحابه، گناهگاریم، ولی امید داریم که ما امتی او شهزاده او نازنین او سلطان پیغمبرها هستیم. خداوند ما اوتر هم در او روز بیابرو نسازه. چرا با مسلمان های صالحین فرشته ها پایان میشن، ابر شمای سبز و سفید می آورن، بسیار به خوشی و استقبال و افتخار به بالا روح مسلمان دیندار را میبرن. الله ما اوتر